در اوج تنش‌های لفظی تهران و واشنگتن، ترامپ از بررسی پیشنهاد ایران سخن زده. پیشنهادی که تهران آن را برای پایان دائمی جنگ ارائه داده و گفته که اکنون توپ در زمین امریکاست. سپاه نیز از آمادگی برای مدیریت تنگه هرمز حرف میزند و در همین حال اسماعیل بقایی در واکنش تند ادعای دزدی دریایی از سوی ترامپ را اعتراف سریع به اقدامات غیرقانونی واشنگتن دانست. تهران و واشنگتن به سمت مذاکرات گام برمی‌دارند یا به سوی درگیری نظامی سنگین‌تر؟ سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای اختر محمد راسخ، آگاهی روابط بین الملل، از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای راسخ، حالا که ایران طرح برای پایان جنگ داده و میگوید توپ در زمین امریکاست، دقیقاً از واشنگتن چی تصمیم انتظار می رود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و بیننده های پروگرامتان و همکاران تکنیکی تان تقدیم می دارم. در ارتباط پرسش به عرض برسانم که جنگ ایران و اسرائیل و امریکا طولانی مدت شده است و این جنگ تا زمانی که نظام کنونی که در ایران است با شکست مواجه نشود، امریکا در تلاش است که نظام به شکست مواجه بکنه تا به خاطر هویت ابوالقدرت بودن خود و همچنان قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی خود. در صورتی که ایران چنین جنگ مدیریت کرده و یک بار دیگه با چنین مدیریت پیش بروه، مطمئنا جنگ طولانی میشه و این جنگ چقدر طولانی تر شده بره، این جنگ زیانهای اقتصادی را برای جهان و برای کشورهای منطقه وارد میکنه. بنابراین تا اکنون ایرانی ها توانستند جنگ خوبتر مدیریت کردن و رهبری دولت مداران ایران این جنگ تا اکنون دست بر خود ثبت راجستر در سطح بین المللی کرد و جهان متوجه شد که ایران آن چیزی را که غربی ها یا کشورهای غرب تحلیل تجزیه کرده بودند در ارتباط ایران، او درست نه از آب نبرآمد. بنابراین ایران توانایی قدرت نظامی و اقتصادی خود یک بار دیگه در سطح بین المللی و در سطح منطقوی. آقای راسخ، وقتی ترامپ طرح ایران را احتمالاً غیر قابل قبول میخواند، منظورش کدام بخش‌های از این پیشنهاد است؟ ببین، اصلا بخش اساسی چیست که به امریکا خوب در اوایل خواستای بسیار وسیع داشت، اما مسئله یورانیم بود، مسئله قوت‌های اتمیش بود، راکت‌های دوربرد و تابردش بود و همچنان پیشنهادات آنهایی بود که باید ایران توانایی‌های اتمی خود مطلق به صفر برسانه. اما ایرانی ها به این پیشنهادات امریکا تن ندادن و علیه چنین پیشنهادات ساده شدن. جنگی که آغاز آنها کرد و تلاش داشت که جنگ توسط یک مذاکره کوچک اگر بتانن به نفع امریکا و به نفع اسرائیل بچرخانند، که چنین نشد. اما حالا مطمئنا گفته میتونم که انگلیس ها هم در این جنگ دخیل میشه. وقت دخیل شدن انگلستان در این جنگ در پهلوی امریکا ساده شود، مطمئنا ایران به چالش بسیار قوی مواجه میشه و شما میدانید که انگلستان در بخش سیاسی و در بخش استخبارات در منطقه برازم آسیا اینا بسیار دست دراز دارن. توسط شبکه‌های آگنتوری خود، شبکه‌های استخباراتی خود، شبکه‌های جاسوسی خود میتونن نظام به چالش مواجه بکنن، به مشکل مواجه بکنن، حتی به سقوط مواجه بکنن. بنابراین اگه جنگ دوامدار شود، دیگه هم زیانهای اقتصادی را وسیع‌تر می‌سازد در سطح بین المللی و منطقوی. بنابراین گفته میتونم که کشورهای اروپای غرب هم متوجه میشه که باید در پهلوی امریکا ساده شوند. در غیر آن این جنگ برای اینها هم زیانهای اقتصادی بسیار مشکل اقتصادی رو مواجه میکنه و زیانمند میشه کشورهای اروپایی. بنابراین در تلاش هستند که یک وحدت، یک پارچگی را دوباره علیه ایران هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخل خود ایران متحدانه عمل بکنن که ایران در جاش بشینه. در غیر آن این جنگ چقدر دوامدارتر شده بره به نفع جهان نیست، بلکه به نفع ایران تمام میشه.
با توجه به تاکید سپاه بر حضور مردمی برای مدیریت تنگه هرمز، این نقش در عمل چگونه تعریف می شود؟ خب ببینید، در این عملی که امروز ایرانی ها در مقابل جنگ دو ابوالقدرت دنیا مدیریت کردن و تصمیم گیری گرفتن و همچنان پیش میبرند، مطمئنا قابل ستایش است. ایرانی ها در جنگ تا اکنون هم در جنگ هم در مذاکره پیش قدم بودند و توانایی قوی داشتند و دشمنان وطن خود، دشمنان مفکوره دینی و اسلامی خود، اینا توانستند در جا شاندن. اما آنها با اساس استخبارات و با اساس شبکه‌های اگنتوری و با اساس روابطی که دارند در بین ایران و توسط مخالفین نظام آل تلاش دارند که مخالفین نظام هم علیه سقوط نظام متحد بسازه و بتانه ایران اقلا از چنین پیشرفت‌ها و تکامل‌های نظامی اقلا جلوگیری بکنه و اگر در سنگر مذاکرات ایران به شکست مواجه نشوه، در سنگر مشکلات داخلیش مواجهش میکنه و در دو سنگر، یعنی ایرانی ها توانایی قدرت قوی داشتن که هم در سنگر مذاکرات هم در سنگر دفاع از وطن در جنگ، اما در سنگر مشکلات داخلی و اپوزیسیونی که داره، این اپوزیسیون کمر ایران را به خم شدن مواجه میکنه و مطمئنا گفته میتونم که وضعیت ایران برهم میخوره. آقای راسخ، ایران چرا ادعای ترامپ درباره دزدی دریایی را نه یک اتهام ساده بلکه اعتراف مستقیم به اقدامات غیرقانونی خودش میدانه و این جدال لفظی چی تأثیری بر تنش‌های دریایی و روابط دو طرف میگذارد به نظر شما؟ ببینید، در این ادعایی که اونا میکنن و یا در این سخنانی که ایران پیشکش میکنه و در این پیشنهاداتی که پیشکش میکنه در ارتباط تنگی هرمز و قوانین و اصول بحری، حق از ایران است. ایرانی ها حق دارند که تنگی هرمز زیر تاثیرات نظامی و اقتصادی خود داشته باشه، اما امریکا در اینجا دیکتاتورانه برخورد میکنه و دیکتاتورانه با مانای برخورد میکنه که تلاش داره که امریکا چنین عایداتی که از آدرس تنگی هرمز برای ایران از به دست میآید، این را بگیرن در تحت فشار جنگی و نظامی خود اقل بکشانه به طرف امریکا و امریکا میخواد که در این تنگی هرمز قوه نظامی خود داشته باشه به نام تحت محاصره که اینا یک اډه نظامی را ساختن، این اډه نظامی را داشته باشن تا به بهانه ای که دنیا را بگوید که ما علیه ایران ساده هستیم، اما از کشورهایی که از این راه تجارت میکنه از آن طریق از هر کشتی آنها مالیات بگیره و یا بگویم که سیستم ترانزیتی بگیرن تا اقلا دامنه بانک های دلاری امریکا پر شود. مطمئنا سخنان پیشنهادات و ابراز نظر ایرانی ها برحق است علیه امریکا و علیه اسرائیل. در این شرایط کدام طرف واقعا دست بالا در تصمیم گیری و تعیین مسیر آینده دارد؟ در چنین شرایط تا اکنون ایرانی ها دست بالا داشتن و دارند، اما امریکا و اسرائیل، انگلستان، اینها در تلاش این هستند که توسط شبکه‌های جاسوسی خود نظام به مشکل مواجه بکنه، نظام به این مواجه بکنه که با پیشنهادات امریکا تن بده و یا اگر تن نمیدهد باید نظام به سقوط مواجه شود و نظام ایران بپاشه. در غیر آن تا زمانی که این دو اصول اینها بالای ایران تطبیق نکنه که یا در مذاکرات و پیشنهادات غربی ها تن ندهد و یا هم جنگ خاموش نشود، مطمئنا گفته میتونم ایران آرامش پیدا نمیکنه و ایران با مشکلات مواجه میکنه، ایران با چالش سقوط مواجه میکنن و در این پروسه های نظام سقوط نظام انگلیس و امریکا و اسرائیل تجارب بسیار قوی داره و شبکه‌های استخباراتی قوی داره در منطقه. آنها میتونن توسط شبکه‌های استخباراتی خود نظام به مشکلات بکشانه و یا پیشنهادات قبول خواهد کردن اگر میخواین نظامداری داشته باشند، در غیر آن نظامشان به مشکل سقوط مواجه میکنه. به عنوان آخرین سوال از شما میپرسم که در این شرایط منطقه به کدام سو روان است؟ صلح یا جنگ؟
نه او منطقه خود در جنگ هست. شما اگر متوجه باشید امیال پاکستان علیه افغانستان آغاز کرده جنگ، ایران مجبور در دفاع خود علیه اسرائیل و امریکا در جنگ است، کشورهای عربی هم در این جنگ دخیل است، گفتم میتونم چین و روسیه هم در این جنگ دخیل است، فعلا خود در جنگ همگان دخیل هستند. یعنی همین جنگ یک جنگ قدرت جهانی است، مگرم در عقب پرده غیر مستقیم در این جنگ قوت‌های ابوالقدرت ها دخیل است. اما صلح در زمان میآید که مطمئنا یا ایران پیشنهادات امریکا را بپذیره و یا هم نظام به سقوط مواجه شود. مگر من مطمئنا گفتم میتونم در کمترین فرصت غربی ها توسط شبکه‌های استخباراتی و جاسوسی خود به نظام ایران از داخل میپاشانه و از داخل اینا تخریب میشن، از بین میره و این نظام به سقوط مواجه میشه. مطمئنا یک نظام جدید که آنها خودشان دیزاین کردن با اون نظام در قدرت خواهد رسید. سپاسگزار هستیم آقای راسخ از حضور شما در برنامه. تشکر از شما. جهان سپاس، قربانتون. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.